سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هانا هستم، دانشجو رشته مهندسی معماری. اینجا کانال یوتیوب منه و اینم اولین ویدیوی من در مورد رشته معماری. خیلی خوش اومدید به این ویدیو و امیدوارم که براتون مفید باشه. بچه ها، من یک کانالی دارم توی تلگرام و خیلی وقتا در مورد درس خوندن، یعنی از درس خوندنم و در مورد معماری توی این کانال حرف میزنن و خب بچه ها همش ازم میپرسن که معماری سخته، اصلا چجوری رشتهش و اینا. خواستم در موردش یه کوچولو صحبت بکنم. حالا امیدوارم که ویدیو طولانی نشه. خب اولین چیزی که میخوام بهتون بگم در مورد دروس معماریه. توی این برگه براتون نوشتم کامل و میخوام مختصر براتون توضیح بدم، چون باز دانشگاه با دانشگاه یه کوچولو متفاوته. ولی اولش میخوام مثلا بگم که معماری چی هست، چون این به نظرم خیلی بیشتر میتونه بهتون کمک بکنه. بچه معماری هنر و علم طراحی حالا فضاهایی که ما تو اون زندگی میکنیم، کار میکنیم و یا تفریح میکنیم. خب و اصلا کلا به زبان ساده تر بخوام بگم، معماری تلاش میکنه که ساختمون ها علاوه بر اون حالا کاربرد یا عملکردی که دارن، اون زیبایی شناختیشون یا جذاب بودنشون حفظ بشه و بیشتر میان چیکار میکنن، میان حالا اون ساختمون رو بر اساس حالت اینکه مثلا با محیط اطرافش تطابقش میدن میسازن. خیلی وقتا اینطوریه، خیلی وقتا هم نه. ولی در کل معماری هنر و علم طراحی، حالا اون علمی که بچهای دیگه فکر میکنن نه، حالا بچه نه، منظور که علمی که همه فکر میکنن نه، علمی این که شما چجوری طراحی کنی. طراحی کردن هم خودش علم میخواد، یک اصول و قانون و قواعد خاص خودشو داره و میان معماری رو اینطوری تعریف میکنن. اینجا ما یه سری توی معماری دروس داریم. دروس پایه داریم، دروس فنی و تخصصی داریم، دروس طراحی داریم و دروس هنری و تاریخی داریم. توی دروس معماری که حالا به این چند تا بخش تقسیم بندی میشه، دروس پایه‌اش شامل مبانی نظریه معماری که یک میاد به ما در اصل توی این درس ما مفاهیم پایه معماری یا اینجوری بگم که فلسفه طراحی آشنا میشیم. درس بعدی هندسه ترسیمی هست که اینجا ما یاد میگیریم چجوری پلان، مقطع، برش و نما رو به صورت دستی بکشیم، نه با نرم افزار. طراحی معماری اینجوریه که آشنا میشیم با فرایند یا کشیدن اون ایده و طرح اولیه‌مون، بازم با دست، با نرم افزار نه. و بعدیش هم بیان معماریه که اینجا بهمون آموزش تکنیک حالا اسکیس رو یاد میدن که توی این اسکیس ما خیلی دیدهای متفاوتی داریم. مثلا دید پرنده داریم، دید ناظر داریم، دید مورچه داریم، اینا همه هست. و اینجا نحوه راندو زدن به وسیله ماژیک های مخصوص خودش و کلا ارائه اون ایده هایی که ما تو ذهنمونه به صورت گرافیکی. خب اینا از این. دروس فنی و تخصصی شامل چه چیزایین؟ دروس فنی و تخصصی میان بیشتر به جنبه های تکنیکی حالا معماری تمرکز میکنن. اولین درسش ساختمان 1 و 2 هست که اینجا ما تو درس ساختمان 1 و 2 کلا با اصول سازه‌ای ساختمون آشنا میشیم. حالا این اصول سازه‌ای ساختمون بیشتر برای بچه‌های عمرانه، ولی در کل ما بچه معماری باید چیزی بدونیم، مثلا اینکه اون ساختمون چه نوع بارهایی رو تحمل میکنه، بار مثلا زلزله، چه میدونم بار باد، خیلی چیزای دیگه هستی که حالا توی درسش باید برید و بهتر بفهمید. دومین درس مصالح و تکنولوژی های ساختمونه. اینکه ما اینجا توی این درس با مصالح و متریال‌های مختلفی آشنا میشیم، مثل بتون، فلز، شیشه، چه میدونم چوب، که بتونیم حالا اون ساختمونی که میخوایم طراحی کنیم بر اساس این متریال ها یا مصالح ساختمونی یک حالا پروژه مناسبی رو ارائه بدیم. دومین درس آشنایی با تأسیسات مثل تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی. تأسیسات مکانیکی همون گرمایش، عایق بندی ها یا تهویه ها رو به ما یاد میده و تأسیسات الکتریکی میاد نورپردازی و صدا تو ساختمون رو، بازم مثلا عایق صدا رو به ما اینجا یاد میده. درس بعدی فناوری های نوین ساختمونی که من تا الان نداشتم و این ترم دارم این درسو و
اینجا میاد کلا با تکنولوژی های سبز و پایدار ساختمان ما رو آشنا میکنه که من هیچ اطلاعی ندارم و خب اگه این درس رو این ترم بتونم پاس بشم، یعنی برداشتم و درس ارائه بشه بدونم چی هست، میام باتون شیر میکنم اطلاعاتم. و دروس بعدی دروس طراحی معماری هستن، مثل طراحی های معماری 2 3 و پیشرفته. 2 3 و پیشرفته یعنی که 2 3 4 5 و طرح نهایی که ترم آخر هست. تو اینجا ما میایم طراحی ساختمون های پیچیده تر رو شروع میکنیم، مثل مثلا هتل، چه میدونم فرهنگسراها، موزه ها، مراکز اقامتی ها، مراکز مراکز تجاری و اینا رو طراحی میکنیم که خب یه سری چالش های خیلی خاص خودشونو داره. و درس بعدی طراحی داخلیه. ما توی این درس میایم اصول طراحی فضاهای داخلی رو یاد میگیریم، رنگ شناسی رو یاد میگیریم، متریالی که باید برای اون حالا ساختمون داخل ساختمون انتخاب کنیم و یاد میگیریم. و این درس اجباریه ولی ما به اجبارا باید برش داریم چون به دردمون میخوره. درس بعدی طراحی شهریه که اینجا میاد بررسی مقیاس‌های بزرگتر رو بهمون یاد میده، مثل شهرک‌ها، چه میدونم مثل ساختمان‌هایی که خیلی عظیم و بزرگترن، حالا چند تا عملکرد با هم دیگه یک جا دارن. و من درسم میگم بازم این درس رو من ندارم، یعنی نداشتم و این ترم دارم و بازم اگه اطلاعاتی ازش به دست آوردم میام باهاتون شیر میکنم و بهتون میگم حتما. دروس بعدی دروس هنری و تاریخی هن. دروس هنری و تاریخی کلا میاد معماری رو میگه، یعنی اینجوریه که معماری ارتباط نزدیکش با هنر و تاریخ رو بهمون یاد میده. اولیش تاریخ معماری ایران و جهانه. میاد کلا به ما اینجا مطالعه تمام آثار باستانی از دورانی که انسان به وجود اومد، یعنی از زمان غارنشینی، انسان‌های نخستین، تا الانی که توی حال حاضر هستیم و داریم زندگی میکنیم. میاد همه اینا رو برامون توضیح میده که مثلا معماری چجوری شکل گرفته، شکل گیری معماریش رو اینجا بهمون یاد میده. درس بعدی تاریخ اسلام، فکر میکنم اسلامی 1 و 2 است، 2 تا کتابه که کلا میاد بازم اینجا هم باز مطالعه آثار باستانی ایران از زمانی که اسلام وارده، حالا به عنوان یه دین وارد دنیا شد و اینا، دقیقا از زمان فکر میکنم هخامنشیان هست تا همین الان. کلا اینجا ما با خانه ایرانی آشنا میشیم، با اینکه توی هر کدوم از شهرهای ما چجوری معماریشون چه مدلیه، یه سریا درونگران، یه سریا برونگران، اینا رو بهمون یاد میدن. و یه درس دیگه هم هست به اسم معماری معاصر غرب که ما اینجا با سبک ها و تکنیک های معماری آشنا میشیم. معماری معاصر یا همون معاصر غرب کلا میاد هر چی سبک معماری توی دنیا وجود داره رو برای ما توضیح میده و هر کدوم از این سبک ها متعلق به یک معماره. توی این کتاب ما یا توی این درس ما کلا با معماری معروفی آشنا میشیم، مثل زاها حدید، لوکوربوزیه، رنزو پیانو و یه سری معمارهای دیگه که حالا من الان حضور ذهن ندارم دقیقاً. با اینا آشنا میشیم و سبکاشون رو میخونیم و به عنوان یه دانشجوی معماری ما باید بلد باشیم این سبکا رو، چون که توی هم روند درسمون و همین که اگه خواستیم یه زمانی به عنوان یک شغل معماری رو ادامه بدیم خیلی به دردمون میخوره که بدونیم خب الان مثلا من میخوام این ساختمون رو به چه سبکی کار کنم و این از این. خب در مورد درس‌های معماری صحبت کردیم و اگه دوست دارید بیشتر یا با جزئیات بیشتری در مورد درساش بدونید برام کامنت کنید، براتون یه ویدیو جدا میگیرم، چون واقعا دونستن هر کدوم از اینا خیلی بهتون کمک میکنه. بچه‌ای که انتخاب رشته دارن، بچه‌ای که دبیرستانی هستن حالا میخوان وارد رشته معماری بشن، یا دانشجویی که تازه مثلا ترم اول هستن دوست دارن بدونن، من بهشون کمک میکنم و براتون ویدیو ضبط میکنم و آپلود میکنم یوتیوب و بهتون میگم که هر کدوم از این درس‌ها دقیقاً به چه مواردی اشاره داره. من چیز کلی گفتم چون اگه میخواستم بگم 1 ساعت بیشتر زمان میبره. و خب سوال بعدی که پرسیدم، بذار من سوالاتم بیارم. خب یه سریتون نوشتید که حتما باید طراحی بلد باشیم تو معماری. آره، طراحی بلد نباشید اصلا اصول و پایه معماری بر اساس اون طراحیه. اگه طراحی بلد نباشید واقعا خیلی از بقیه عقب میمونید.
خب بچه‌ها، من تا اینجا براتون دروس معماری رو توضیح دادم. اگه دوست دارید خیلی جزئی تر وارد دروس معماری بشین، برام کامنت بذارید، من تو فرصت مناسب حتما براتون میان دونه دونه این درس رو دوباره از اول میگم و توضیح میدم که هر کدوم از این درس اصلا قرار چی یاد بگیرید توش. و اگه بخوام الان بگم خب خیلی زمان میبره و خیلی طولانی میشه ویدیو و حوصلتون سر میره. اینجا بریم در مورد سوالی که پرسیدین، حالا چیزی که من یادم بود و یادداشت کردم صحبت کنیم. پرسیدید که حتما باید طراحی بلد باشیم. بچه اگه طراحی بلد نباشید نمیتونید وارد معماری بشید، چون معماری رشته خیلی گسترده است و اولش باید طراحی با دستتون خیلی قوی باشه تا وارد طراحی با نرم افزار بشید. چون درس بیان معماریتون طراحی با دست، اسکیس باید بکشید، باید بلد باشید که حالا یه ساختمون رو از زوایای متفاوت بکشید، داخل ساختمون رو بکشید، بیرون ساختمون رو بکشید. در اصل میشه معماری داخلیش یا معماری خارجی یا همون پرسپکتیو داخلی و خارجیشو باید بلد باشید بکشید. حالا آموزش میدم، ولی اگه علاقه‌ای به طراحی ندارید و یا اینکه دوست ندارید این کارو یا بلد نیستید، خیلی شما رو عقب میندازه و بهتون توصیه میکنم حتما طراحی رو اصلا قبل از اینکه وارد رشته معماری بشید، حتی اگه الان هم وارد رشته معماری هستید، برید تابستون حتما کلاس جدا برید و شرکت کنید، چون که خیلی بهتون کمک میکنه که از بقیه جلوتر باشید. دومین سوال اینه که راجع به فونت‌های معماری. بچه فونت‌های معماری فونت خیلی گسترده‌ای هستند. توی کتابی به اسم آموزش راندو که مال دکتر مرتضی صدیقه میتونید فونت‌های معماری رو یاد بگیرید، یا حتی میتونید توی یوتیوب سرچ بزنید که بنویسید فونت‌های معماری، بهتون آموزش ویدئویی تصویری بهتون میدن که چجوری بکشید. ولی اون کتابی که بهتون گفتم دقیقاً یه کتاب مربع شکلیه و توش نوشته که حالا آموزش فونت و چه میدونم. بذار من کتاب بیارم بهتون نشون بدم. کتابی که میگم اینه، آموزش راندو، مال دکتر مرتضی صدیقه. تو این کتاب خیلی چیزا بهتون یاد داده و حالا من در مورد فعلا در مورد فونتش میخوام صحبت کنم. نگاه کنید این فونت هایی که توش آموزش داده، حالا رنگیاشو بخوام براتون بیارم، اینه قشنگ میتونید از روش یاد بگیرید و خب بکشید. و این فونت بیشتر برای ترمای اول تا سومتون به کار میاد. از ترم سوم بعد همه چی دیجیتالی میشه، یعنی شما باید فتوشاپ معماری یاد بگیرید و اینکه با اون شیت بندی انجام بدید. این از این. سوال بعدی این که اصلا شیت بندی چیه؟ بچه شیت بندی معماری یه سری کاغذه، شیت کاغذ. خب ما میایم تو این کاغذ یه سری مدارک رو جایگذاری میکنیم، خب که در اصل مدارک اون پروژه که بهمون میدنه باید شامل اون حالا شیت شامل پرسپکتیو داخلی یا خارجی، پلان، مقطع، نما، برش، اون فرایند طراحی یا اون ایده که به ذهنتون رسیده، مثلا از یک مربع تبدیل شده به یک حجم خیلی عظیم و بزرگی که چند تا حجم با هم دیگه تلفیق پیدا کرده. خب اینطوری به این میگن شیت بندی. حالا من بهتون تصویری نشون میدم شیت بندی رو. شیت بندی که بچه‌ها میگن شیت بندی دستیه. خب ببینید تو این شیت بندی نگاه کنین، یه دونه ما پرسپکتیو داریم اینجا، یه پرسپکتیو حالا از نمای دید مورچه است، ولی خب خیلی ریز، اینجوری نیسته که دقیقاً اگه زیر ساختمون قرار بگیری و ساختمون اینجوری نگاه کنی این میشه دید مورچه. خب این نه، اون اینجوری نیست، دید مورچه‌اش اون مدلی نیست. ببینید نگاه کنید، همون مدارکی گفتم، پلان داره، یه دونه پرسپکتیو داره، اون فرایند طراحی رو داره، اینجا یه دونه نما داره و حالا این برشش رو دیگه نذاشته. این مال یکی از استادامونه، استاد کلاس بیان معماری مونه و کشیده و من ازش گرفتم چون با ماژیکای نکشید. و اینجا ما یه پالت رنگی داریم که نشون میده از مثلا چه رنگایی برای این حالا شیت استفاده کردیم و همیشه هم باید تو شیت بندیمون اون چیزی که طراحی می‌کنیم یه اسم هم داشته باشه. اینجا اسمش ساختمان شمسی. این شیت بندی این مدلیه که تمام مدارک رو توش میذاری بر اساس اینکه مثلا گاهی اوقات میتونی اینو وسط بذاری، اینو اون گوشه بذاری، دیگه اینو دست خودتونه دیگه. بعد ببینید چطوری با هم دیگه هماهنگ و هارمون یک هماهنگی رو تشکیل میدن تا یه چیز جذاب شیت جذاب مثلا به دست بیارید و اینا.
این همینا شما میتونید به صورت گرافیکی و با فتوشاپ انجام بدید. فتوشاپ به این معنی نیست که شما برید عکس رو توش کنید. فتوشاپ معماری زمین تا آسمون با فتوشاپ دیگه فرق میکنه، یعنی با فتوشاپ گرافیک فرق میکنه. ما توی فتوشاپ معماری میایم مثلا اومدیم با نرم افزار کار کردیم و اینجا حالا اون نرم افزاره آسمونش زیاد برای ما قشنگ نذاشته، یا مثلا یه سری درخت‌ها رو می‌خوایم اضافه کنیم. ما آبجکت های نکنیم آبجکت یه سری آبجکت ها رو دانلود می‌کنیم و میایم توی این فتوشاپ حالا یک صفحه انتخاب می‌کنیم، رزولوشنش رو مثلا میبریم بالا، چون با کیفیت بالا باید چاپ بشه، چون قرار اینه که اینا چاپ بشن. ما میایم اینجا توی شیت بندی دستی میکشیم روی کاغذ. خب دیگه اون کیفیتش با خودمونه، عکس نیسته که واضح مثلا توی یک نرم افزار باشه، کیفیت نرم افزار پایین باشه و اینا، این دیگه دست خودمونه. ولی اونجا ما باید کیفیت حالا اون کارمون رو ببریم بالا، برای همین رزولوشنش رو باید بدیم بالا و مدارک همه رو جمع میکنیم به صورت یک کاغذ. حالا اون کاغذ رو دیگه ابعادش رو توی فتوشاپ مشخص میکنید، 50 در 70 100 در 70 چه میدونم اندازه A3 A4 A5 هر چیزی که خودتون دوست دارین و مدارکتون رو دقیقاً مثل همین شیت دستی اونجا جایگذاری میکنید. چیز خاصی نداره و همینه. فقط اینکه میگم مثلا یه سری میایم اینجا اینجا خب اومدیم با دست درخت کشیدیم، اومدیم یه تیر چراغ برق کشیدیم، آسمونش هم که خب زرده، چه میدونم آدما رو گذاشتیم و اینا. خب ولی ما دیگه توی اون اینجا این کارا رو که نمیتونیم بکنیم که. خب ما میایم با نرم افزارهای معماری مثل اسکچاپ، مثل راینو، مثل چه میدونم ریویت، میایم یه سری آبجکت ها به این اضافه میکنیم. درخت، چه میدونم حالا انسان، این در از فیگورم برای اون نشون دادن مقیاس انسان بود، انسانی شما مثلا میذارن و اینا رو میذاریم. بعد میبینیم که خب نه، این مثلا تعدادی که گذاشتیم کمه، رندر گرفتیم. رندرم باز اینجا بگم که پرانتز باز کنم، رندرم همون طراحی که ما توی نرم افزار انجام میدیم به صورت کارتونی طوره و اونو میایم به واقعیت تبدیل میکنیم با یه پلاگینی که مخصوص خود اون نرم افزاره، اونو تبدیل به رندرش میکنیم و میشه یه عکس واقعی و میتونیم بذاریم توی حالا شیت بندیمون. میایم مثلا یه سری درخت‌ها رو اضافه می‌کنیم، آبجکت درخت دانلود می‌کنیم، آبجکت فیگور دانلود می‌کنیم، آسمون، اینا همه رو با هم تلفیق می‌کنیم توی فتوشاپ. اینا همه با هم یه تلفیق میشه و به ما یه شیت بندی میده دیگه. بعد اونو میبریم حالا برامون پلات میگیرن روی ابعاد و اندازه‌های بزرگ و اینا. اینم از شیت بندی. ولی خب سعی کنید فتوشاپ معماری رو حتما یاد بگیرید، چون باعث میشه که شما نمره بالاتری بگیرید، چون تمام در از توی معماری پرزنت کردنش خیلی مهمه. یعنی که شما بتونید اون چیزی که تو ذهنتون بوده رو فقط با همین شیت ارائه بدید و بگید که کار من اینه. یعنی در اصل معماری همینه. و سوال بعد اینی که پرسیدین که حتما باید نرم افزار بلد باشین. 100%. اگه نرم افزار بلد نباشید باید مدام به بیرون پول بدید، هم برای اتوکد، هم برای اسکچاپ، هم برای ریویت. برای همه اینا باید به بیرون پول بدید و خب هزینه های خیلی زیادی داره و بهتون پیشنهاد میکنم تو دانشگاه اینا هیچ کدوم بهتون یاد نمیدن. حالا دانشگاه ما که اصلا همچین چیزی بهمون یاد نداده و نمیده و من خودم هزینه کردم اتوکد و ترم دوم که بودم رفتم بیرون یاد گرفتم. ولی اسکچاپ و یه کوچولو ریویتو توی یوتیوب حالا یه ویدیو پیدا کردم و با اون کامل یاد گرفتم. ریویتو میخوام دوباره از اول نگاه کنم چون که زیاد چیزی بلد نیستم. باشه اسکچاپ، نرم افزار اسکچاپ کلا برای طراحی یا مثلا ایده هایی که خیلی ساده و پیچیده نیست. خب یه ایده های خیلی معمولی، چون گاهی اوقات میبینید یه ایده خیلی حالا خفن به ذهنتون میرسه، اینجوریه که خیلی قوس داره، منحنی داره و با اسکچاپ خیلی سخت یعنی میتونید پیش ببرید اینو. و اینجوری که حتما باید ریویت بلد باشه، چون ریویت میاد کلیت ساختمون رو بهتون میده. مثلا توی نرم افزار ریویت شما میتونید جنس دیوارهاتون رو انتخاب بکنید، میتونید همونجا که دارید مثلا پلان میکشید و دارید به 3 بعدی تبدیلش میکنید، میتونید نمای غرب، نمای شرق، نمای چه میدونم جنوب و شمال، اینا همه رو ببینید. صفحات متفاوتی داره و اونجا مثلا میتونید حتی سایت پلانتون رو ببینید، میتونید
پرسپکتیو کارتون رو ببینید. کلا ریوید یک نرم افزار بسیار گسترده و حرفه‌ای برای معماریه. بدون پیشنهاد میکنم حتما به جای اسکچاپ و اینا اسکچاپ رو یاد بگیرید برای ترمای تا از ترم 3 تا 4تون خیلی اوکیه، حتی 5، ولی وقتی که وارد طراحی‌های معماری پیشرفته بشید، همون دیگه کلا 3 و 4 و 5 و طرح نهاییتون، خیلی اینجا به دردتون میخوره. همین که توی یه درسی داریم، من حالا یادم رفت توی اون دروس معماری بگم، یه درسی به اسم طراحی فنی ساختمون. اونجا از شما دقیقا همین چیزایی که توی نرم افزار ریویت انجام میدین و از شما میخوان. اینکه پشت بام مثلا شیب بندی پشت بام، آب مثلا وقتی بارون میاد توی نقطه جمع نشه باعث نم زدگی مثلا سقف بشه، دیوارا بشه. کلا در مورد این چیزاست دیگه. حالا چون من نداشتمش و مال ترم فکر کنم 7 یا آخره و نمیدونم دقیقا در مورد چیه، ولی میدونم که همچین اطلاعاتی رو میخواد. این از این. و در مورد قیمت ها اینا میخوام صحبت کنم کلا توی رشته معماری. یه سریاتون میپرسید که هزینه های معماری چجوریه. من نمیتونم بهتون یک حالا هزینه واحد و دقیقی بهتون بدم، چون که اولا شهر با شهر فرق میکنه، دوما اینجا خب اون هزینه‌ای که من کردم ترم اول بودم با هزینه‌ای که یه نفر الان مثلا من سال 401 وارد معماری شدم با کسی که سال مثلا 404 میخواد مهر 404 وارد معماری بشه، خب خیلی فرق میکنه. مثلا اصلی ترین ابزاری که ما استفاده میکنیم این راپیدا یک بار مصرفن، یعنی چندین بار استفاده میکنیم، ولی خب جوهری براشون نیسته که ما تو این راپیدا بریزیم و دوباره استفاده کنیم و تموم میشه و بعد بندازیم آشغالی. من اوایل اینا رو دونه 25000 تومان میخریدم، ولی الان من دونه 85000 تومان به اینا پول میدم و خب دیگه نیازم نمیشه. یعنی از ترم 4 به بعد شما دیگه نیازی به راپید ندارید، چون که دیگه همه چی دیجیتالی میشه. یا اینکه مثلا این راندوهایی که حالا من باز ببینم گفتم این ماژیکایی که برای راندو زدن کارتون میخرید، اینا اوایل دونه‌ای فکر میکنم 30 تومن بود و الان دونه‌ای 100,000 تومن شده و خب خیلی زودم تموم میشه و پیشنهاد نمیکنم بهتون که حتما مثلا برند کویلو بگیرید، برند کره‌ای و چه میدونم کیوکاله بگیرید، یا یه برند دیگه هم هست یه تعداد ماژیک هست، حالا من نمیدونم میتونید اینا رو پیدا کنید یا نه. اسم ماژیکاش لانک، نمیدونم دقیقا اسمشون چیه، ولی اینا رو من دونه‌ای 25000 تومان میخرم. خب دونه 25000 تومان میخرم و هر 6 تاشو اینجوری برای من پک بندی میکنن، بسته بندی میکنن و میدن. و خب اینا هم تموم میشه، ولی خب حداقل دلت نمیسوزه که 100,000 تومان پول دادی به یک ماژیک و خب 2-3 بار کشیدی و تمام شده. چون توی بیان معماری و توی درسی به اسم اسکیز خیلی به دردتون میخوره و خیلی زودم تموم میشه و شما هر سری، یعنی هر 2 هفته بری چه میدونم یک سری ماژیک دونه 100,000 تومانی بخری، واقعا دیگه واویلاست. و دیشب توی کانال تلگرام پرسیده بودین که از این ماژیک‌های راندو تکی بخرم یا اینجوری پکی. بچه اینا به درد نمیخوره. خب چون نمیگم به درد نمیخوره، چون ما برای معماری بیشتر تو توناژ خاکستری، توناژ سبزش، توناژ زردش و قهوه‌ای چند تا آبی نیازمون میشه. ما دیگه نمیایم با این صورتی‌ها، با این قرمزا یا چه میدونم، ببینید چقدر تنوع رنگی داره، اینا در اصل اینجوریه کنار هم. خب اینا بیشتر به درد بچهای طراحی لباس میخوره و به درد ماها نمیخوره قاعدتا، چون دیگه واقعا یه سری از رنگاش استفاده ای نمیشه برای ما. درسته ما توی درس اسکیس یه جاهایی میایم آسمون رو رنگ میزنیم، مثلا رنگ صورتی میزنیم، رنگ نارنجی میزنیم، اوکی 1-2 تا میری میخری و نیازت هم نمیشه و تموم هم نمیشه. ولی این همه، مثلا من خودم این پک 80 تاییشو ترم دوم دقیقاً فکر کنم بهمن 1401 بود، من اینو 1,600,000 خریدم. خب
گاهی اوقات باش نقاشی دیگه میکشم چون نقاشی رو خیلی دوست دارم، ولی به درد معماری برای من نمیخوره، اصلا نیازی نیست. و چه نیازی هسته که مثلا فلانقدر شما هزینه کنید برای یک حالا ماژیک؟ ببینید توناژ رنگی که استفاده میشه، نگاه کنید من چقدر توناژ قهوه‌ای دارم، یا مثلا سبزام چقدر متنوع، یا بازم نگاه کنید توناژ قهوه‌ای، توناژ خاکستری دارم. مثلا این سبزه مثلا زیتونی خیلی به دردتون میخوره. این رنگ حالا بدنه ولی خیلی به درد رنگ زدن کف حالا ساختموناتون میخوره و اینا خیلی بهتره تا اینکه مثلا بازم این از اون برنده گرونه، ولی خب گاهی اوقات که آدم پیدا نمیکنه مجبور میشه. ولی نیازی نیسته که شما حتما پول بدید به یک سری ماژیکای گرون. وسیله دیگه که نیازه، حالا توی من میخوام ابزارش رو معرفی کنم، نیازه. ببینید این دیده میشه، این پرگار مهندسیه ولی بازم به دردتون نمیخوره اونقدر، چون کار با دست خیلی کمه توی معماری، بیشتر دیگه وارد نرم افزار میشید و اینا من ترم اول نزدیک 300 تومان بهش پول دادم، ولی خب فقط 3 ترم به درد من خورد، بقیهش رسما هیچی فایده‌ای نداشت، یعنی من استفاده نکردم، گذاشتمش کنار دیگه. ابزار دیگه که باید تهیه کنیم، یه سری شابلونا هستن که خیلی نیازتون میشه، چون اوایلش میگم کار با دسته، مخصوصا شابلونای مبلمان. اصلی ترین چیزی که باید تهیه بکنید گونیاست. 2 تا گونیا، یکی 30 درجه است یکی 60 درجه و گونیایی که نقاله داشته باشه، اینا حتما باید باشه. بعدی یه دونه خطکش تی، خطکش تی های بزرگ هم هست ولی خب به درتون نمیخوره، همین کافیه. این چقدریه؟ این 40 سانتی، همین کافیه. و یه خطکش فلزی 50 سانتی، اینا به دردتون میخوره. من قیمت اینا رو اصلا یادم هم نمیاد، نمیدونم الان چقدره. جدای از اینا یه دونه شابلون دایره که این به درد اسکیستون میخوره. مثلا شما میخواین پلان یه درخت رو بکشین از بالا، خب اینو میذارین، دایره رو میکشید و درختتون رو طراحی میکنید. این شابلونای مربعی هست که خیلی توی پلان کشیدن به دردتون میخوره، پلان با دست. و اینا هم که کلا پلانای مبلمانه، نکنید در داره، در که توی پلان اینا حالت نمیدونم اصلا دیده میشه، اینجا این حالت میزه، مثلا میتونید بچینید و میتونید با اینا ترکیب کنید یه چیزی به دست بیارید. اینا رو باید داشته باشید. یه تخت شاسی باید داشته باشید حتما و یه سری تعداد زیاد کاغذ آسه سفید و کاغذ پوستی، اینا خیلی به دردتون میخوره. ابزار معماری تقریبا همیناست، چیز زیادی نداره و بیشترین هزینه‌اش برای ماژیکا میره و ساخت ماکت. حالا من ماکتی که ترم سوم ساختم رو بهتون نشون میدم و بهتون میگم که چقدر این میتونه هزینه بر باشه. بچه ماکتی که من رو دوستم ساختیم خیلی بزرگ، ابعاد خیلی بزرگیه. ببینید نگاه کنید، این کلا در اصل این مدلیه و نه این طرفی، این طرفیه. این با چوب بالسا ساخته شده. خب چوب بالسا، هر یه دونه چوب بالسا ابعاد و اندازش 10 سانت در 1 متر، 1 متر در 10 سانت همچین چیزیه که حدود الان شده، حالا من ضخامتشو بگم، ضخامت 1 میل شده 250,000 تومان و نمیصرفه و خب بهترین متریال برای ساخت ماکت معماریه. این سفید فومبرد ضخامت فکر میکنم نیم باید باشه، آره ضخامت نیمه، که این ابعاد و اندازش 100 در 70 بود و من 300 خورده به این پول دادم خریدم. این چمنایی که میبینید اینا همه خیلی هزینه بر 100,000 تومان پول همین چمنه بود. این ماشینا، درختا و اینی که اینجا میبینید این حوض ما، در از این حوض من خودم
ابداعش کردم. اومدم چسب فومو با رنگ اکریلیک آبی قاطی کردم و ریختم، یعنی اول پر چسب کردم این محفظمو، نکنی ارتفاعی خیلی کوچولو هم داره، محفظه رو پر چسب فوم کردم و اومدم رنگ حالا آبی رو با این تلفیقش کردم و وقتی که خوش شد یه همچین چیزی به من داد. ببینید اینجوریه. این هم که چمنه. این خیلی برای ما هزینه بر بود و فقط ما بردیم نشون دادیم و نمره گرفتیم آوردیم. همین. یعنی کاری که ما یه هفته شبانه روز به خاطرش بیدار بودیم تبدیل شد به این. خیلی خوشگله. من خودم خیلی این ماکتمون رو دوست دارم. نکن همونی که هیچی یادم نگفتم. آره دیگه ببینید دقیقاً سایت پلنش یا همین محوطش هم با خود این ساختمون هماهنگه. این یه همچین چیزیه و آره دیگه اینم از این. و حرف آخر این که کیا باید رشته معماری رو برن. این رشته معماری رشته خیلی سختی، واقعا رشته بسیار گسترده، بسیار سخت و خیلی پرهزینه، خیلی پرهزینه. اینایی که من الان بهتون گفتم من هر ترم هی برای من تکرار میشه، مخصوصا وسایل ساخت ماکت خیلی هزینهش بالاست، خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنید. شاید مثلا یک ماکت که هیچ ارزشی هم نداره برای کسی تا 2 تا 3 تومن براتون فقط یه دونه ماکت در بیاره. اوکی؟ ولی خب اگه میبینید که توانشو دارید، میتونید و براتون مهم نیست اون هزینه وارد معماری بشید، وگرنه به نظر من این هزینه خیلی زیادیه. بچه‌ها کسایی باید وارد معماری بشن که ذهن خلاقی دارن. اگه شما ذهن خلاقی نداشته باشید، یعنی یه ویدیو توی کانال تلگرام گذاشته بودم میگفت که معماری هزینه داره، معماری سخته، معماری شب بیداری داره، معماری اینجوریه که شما باید شب میخوابید خواب معماری ببینید. همین ماکتی که دیدین این ایدهش دقیقاً ساعت 3 نصف شب ترم سوم بودم به ذهن من رسید و اینجوری بودم که بردم روز بعد به استادم نشون دادم و گفتم همچین ایده ایه و با کمک استاد، حالا ما با دوستم اطلسی هم گروهی بودیم و بهش گفتم و اومدیم 3 نفری با هم دیگه یه ایده خفن تر از اون چیزی که به ذهن من رسید، یعنی اون جرقه اولیه ساعت 3 نصف شب به ذهن من رسید. اینطوری باید بهتون بگم. دقیقاً با شما هر شب خواب معماری ببینید، خواب این که چه میدونم خلاقیتتون رو ببرید بالا و کلا باید تمام ذهنتون، فکرتون روی حالا این معماری بچرخه. بیرون میرید باید دیدتون نسبت به ساختمونا خیلی تغییر کنه، با دید بازتری ببینید، یعنی حالا دیگه به عنوان یک معمار باید به ساختمونا نگاه کنید. وقتی که مثلا قبل از اینکه وارد معماری بشید همینجوری نگاه می‌کردید به ساختمونا، چه می‌دونم چقدر نماش قشنگه، چقدر اوکی، نه الان دیگه نه، الان باید فنی بهش نگاه کنید. اگه وارد رشته مهندسی معماری میشید، مهندسی معماری میشید، کلا باید یه خورده دیدتون رو بازتر کنید، مطالعتون رو ببرین خیلی بالا. من یه خورده زبونم میگیره ببخشید. بعد کلا مطالعه فراتر از دانشگاه داشته باشید. باید یه سری کتاب‌هایی رو بخونید که خب اینجا اصلا استادا بهتون نمیگن یا فقط اسم کتاب بهتون میگن، دیگه اون رو تدریس نمیکنن. تو دانشگاه آزاد، من خودم دانشگاه آزادیام و اینم بهتون بگم بچه‌ها، من مشاور کنکور نیستم، هیچی از کنکور نمیدونم، چون من بدون آزمون وارد معماری شدم و صرفا به خاطر علاقه شدیدی بود که از بچگی به معماری داشتم وارد شدم و خب خدا رو شکر تا الان کم نیاوردم. بوده شبایی که خیلی گریه کردم، اینجوری بوده که نمیرسیدم به کارام انجام بدم، چون درسای تئوری داریم، براتون گفتم دروسش چیا هستن، درسای عملی داریم، ما باید هر روز با استاد کرکسیون انجام بدیم، باید ماکت بسازیم. این ماکتی که شما میبینید نهایی شده، ما اینو کوچیک کوچیک هر روز برای استاد درست میکردیم و بهشون نشون میدادیم. در اصل بهش میگن ماکت استادی درست میکردیم با یه سری ابزار مثل کارتون، چه میدونم فوم، این چیزایی که حالا زیاد هزینه زیادی هم نداره. ولی خب ما مدام با اینا درگیر بودیم، ایده به ذهنمون نمیرسید، ایده میرسید، استاد تایید نمیکرد، دوباره باز برمیگشتیم خونه خسته کوفته، بعد روز بعد مثلا باز میبردیم تحویل میدادیم. و معماری همینه، معماری استراحت نداره. معماری علاوه بر درس‌های تئوری
شما باید درس‌های عملیتون رو خیلی خوب پاس بدید، چون یه تعداد واحد خیلی زیادی به خودش اختصاص میده. همین درسی که ماکتش رو ساختم 5 واحد، آره دیگه واحدش 5 واحد بود و خیلی بالا بود. اگه اینو من کم میشدم معدل من تا مرز مشهود شدنم میومد. خیلی خدا شکر بالا شدم اینو. یا مثلا دیگه از ترمای 3 و 4 به بعد بهتون میگن پورتفولیو درست کنید دیگه، شیت بندیاتون میشه دیجیتالی، باید برید مثلا ببینید پورتفولیو چی هست، تازه باید اینو یاد بگیرید. حالا در مورد هر کدوم از اینا اگه میخواین جزئی تر بدونید، من تا جایی که اطلاعات داشته باشم بهتون میام، یعنی اطلاعاتم باهاتون شیر میکنم، براتون ویدیو ضبط میکنم و بهتون کمک میکنم که حالا بیشتر با معماری آشنا بشید. ولی اینو بدونید معماری رشته سختیه. اگه در خودت نمیبینی، یعنی توانشو در خودت نمیبینی که شب بیدار بمونی، یه هفته نخوابی، کار با نرم افزار یاد بگیری، کار سر کلاس یاد بگیری، کار با دست، طراحی رو یاد بگیری، پلان کشیدن رو یاد بگیری، بهت پیشنهاد میکنم سمت معماری نرو، چون واقعا معماری رشته به شدت سختیه. میتونم بگم سختیش در حد پزشکیه. پزشکی ها یه جور سختی میکشن بندگان خدا و ما معمارا هم یه جوری، چون همونطور که تو درس هم بهتون گفتم ما اینجا باید یک سررشته از عمران داشته باشیم، یه سررشته از رشته برق، مکانیک، چه میدونم، تمام اینا باید بلد باشیم. یعنی اینجوری که یه انگوش به تمام این رشته های مهندسی باید بزنیم تا اینکه بتونیم معماری رو به پایان برسونیم. و چیزی که حالا میخواستم براتون ویدیو ضبط کنم تا همینجا بود. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه ممنون میشم کامنت بذارید و نظراتتون رو با هم به اشتراک بذارید. بدونم چیا دوست دارید، در مورد چیا دوست دارید تو معماری صحبت کنم، حالا یا معماری یا هر چیز دیگه. و خیلی خوشحال شدم که براتون وقت پیش اومد و تونستم براتون ویدیو رو ضبط کنم. واقعا امیدوارم به دردتون بخوره و بازم بچه‌ای که میخوام برن معماری یه خورده بیشتر فکر کنن بهش، چون پشیمونی توش خیلی زیاده، چون یه عده میان واردش میشن و میبینن که نه نمیتونن و میذارن کنار. به هر حال خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو من نشستید و تماشا کردید. همین دیگه، روزتون بخیر.